مشیری من مغزم فراموشی داره. نه داشتیم مطلب اینجا بود که سیلینگ و ارتفاع خرد همون درک خدا، درک خدا هست. بله بله. حالا ما اینجا یک انسان دو بعدی رو نشون میدیم که در حقیقت نماینده ما هستش. بله. که انسان سه بعدی هستیم. بعد اگه نگاه بکنیم بین دو تا چشم این شخص یک فاصله وجود داره، یعنی اعضای بدن این شخص هم خودش هر مولکولش یک فاصله وجود داره. بله بله. اما بعد سوم که هوای روی این هستش به تمام نقاط این چسبیده. بله. یعنی اون بعد چهارم ما که خرد ما هستش نزدیکترین چیز به ما هستش، حتی از رگ گردن به ما نزدیکتره، چون درست به همه قسمت ما چسبیده هستش. درسته. پس بنابراین با خرد ما یک بینشی میتونیم داشته باشیم که اون بینش خیلی بالاتر از این نگاه مغزی هستش که حیوانی نگاه میکنیم. بنابراین من این قسمتی که ندانستنی های ما هستش رو گذاشتم بینش. و بعد انسان وقتی دانش داشته باشه که یک بود پایین تر هستش، بینش پیدا میکنه که اون بینش حالت اکویلیبریوم رو هم داره، یعنی تعادل رو داره، توازن رو به آدم نشون میده. به خاطر همین هم هستش که همونجوری که شما میدونین توازن بجز اینکه نیروها بایستی با هم مساوی باشن مثل یک معادله، بایستی که مومنت ها هم باید به هم باشن. و مومنت که شما نگاه بکنین درست نیرو در فاصله عمود هستش، یعنی چیز دو بعدی هستش. و قاضی های ما نه تنها حداقل باید دانش خردی رو داشته باشن و بعد بینش داشته باشن تا بتونن تازه قضاوتی بکنن و بفهمن که توازن و تعادل و عدالت چی هستش. درود بر شما. ولی متاسفانه نه تنها بینش رو ندارن، دانش رو هم ندارن. و بدبختی مملکت ما همین هستش. پس بنابراین من میخوام اینجا یه مقدار وایستم، اگه شما نظریه چیزی دارین. بسیار عالی بود، خیلی آنالوژی خوبی بود، یعنی یک مقایسه جالب بین جهان مادی و خرد منتهی خیلی خیلی جذاب و جالب بود پروفسور. و گرفتاری مردم ما کلا جامعه ایرانی این بوده است که درست در روزگاری که حکمت عقلی گسترش پیدا می‌کرده، دخالت‌های در واقع دین و بعد حوادث بسیار بدی که بر جامعه ما روی داده که هرچه شکست و فقر و بیچارگی بیشتر باشه، گرایش ها به خرافات و دست انداختن به موهومات بیشتر بوده، بر روی هم اونچنان انبار شده و اینها در لباس الفاظی آمده که الفاظ صحیح نیستن و رفته رفته خرد ما رو هم فاسد کردن. و این یک شستشویی لازم از ابتدا ما بیرون بریزیم، همونطور که از بشارت که دکارت گفت، و شروع کنیم آزمون کردن پدیده ها و برگرداندن پدیده های نیک و سالم و تخلیه ذهن از این موهومات و خرافاتی که عرض کنم بر اثر اعصار و قرون در ذهن ما انبار شده. بله. کاملا درسته، چون اگر این کار رو نکنیم سن که میگذره اینا بیشتر و بیشتر جا میگیره. و واسه همینه که ما تنها شانسمون روی جوونامون بیشتر هستش. چون معمولا اشخاصی که به سنی رسیدن رفتن یک دکترایی در یک جایی گرفتن، یه مقدار چیزایی رو حفظ کردن، میان و صحبتایی میکنن و وقتی که ازشون میپرسی میبینی که خرد رو در هیچ جا به کار نبردن، اما یه مدرکی گرفتن و اینها هستن که به جامعه بیشتر ضرر میزنن. زیانشون بیشتره، خیلی زیانشون بیشتره. و وقتی اینا خرافات داشته باشن دیگه وضع ما خیلی خرابه. خیلی داستان هرچی بگن در نمکش میزنن. به روزی که بگن یعنی وقتی ما مقایسه میکنیم جامعه ایرانی رو در امروز، حالا امروز که عرض میکنم به لحاظ تاریخی 10 سال گذشته، 20 سال، 30 سال گذشته، یک مقطعی از امروز با یک مقطعی از دیروز که برمیگردیم به 1000 سال پیش که روزگار خیلی مشعشعی از علم و معرفت بوده، می‌بینیم که تعداد دانایان بیشتر بوده، سخنان بسیار پخته‌تری گفته شده، آثار خیلی گرانقدری بوده و بر اثر گذشته ما در واقع
ترقی معکوس کردیم. بله کاملا درسته. متاسفانه چنینه. یعنی امروز در روزگار قرن 21 در روزگار گسترش معرفت ببینید ادباری که به جامعه ما حاکم هست و نوع آدم‌هایی که به جامعه حکومت میکنن که راهبران جامعه هستن و نوع اندیشه‌ای که دارن منتشر میکنن و شیوه‌های رفتاری اینها حقیقتاً شرم‌آوره. باید مبارزه کرد. واسه همینه که من آقای بانس مشیری به این لغت‌های رو سعی میکنم اندیشه اسمش ندارم، میگم پندار. بله. چون این پندارها یعنی باورها وقتی به اندیشه برسه، اندیشه همیشه نیکه. بله بله. اندیشه، هر کسی بی اندیشه یعنی که اول تونسته تخیل بکنه، بعد تفکر بکنه و ادراک بکنه. من همیشه سال اول دانشگاه، من نمیدونم چقدر وقت داریم، 10 دقیقه هست. بله. سال اول دانشگاه من دانشجوهایی که میان ازشون میپرسم که شما اگر 2 تا شانس داشتین، یا میتونستین خر باشین یا کامپیوتر باشه، کدومش رو انتخاب میکردین؟ متاسفانه بیشتر دانشجوها میگن که ما می‌خواستیم کامپیوتر باشیم. خر خیلی بهتره. خر خیلی بهتره. من بهش میگم اگه من بخوام خودم رو به سطح پایین‌تر بیارم، میارم به سطح حیوان، بعد میارم به سطح نبات، بعد میخونم به چیپی که از سیلیکون به وجود اومده و بعد بهشون میگم که اینو برای شما دارم میگم که هیچ وقت چیزی که گفته میشه شروع نکنیم بنویسین، بفهمین، بعد من حتی اگه بخواین بهتون کپی میدم، وقتی فهمیدین نوشته هاشو دارین. اگر روش تونستین تخیل بکنین، تفکر بکنین، ادراکش بکنین، بعد توی حافظه گذاشتین، دیگه در آینده سرتون رو نمیخارونین بگیم من مثلا در 40 سال پیش، چون سوالایی که از من بعد وقتا میشه من در دبیرستان خوندم. بله. اگه من شروع کنم سرمو خاروندم بگم یادم رفته، بله. این چه جور چیزه؟ مثل یه خری هستش که رو پالونش چند تا کتابه، بله. حالا پالونه میفته از بین میره. بله همینجوره. و ما باید بفهمیم. بله. و یکی از بدیهایی که داشتیم اینه که همیشه میگفتیم فلانی اینقدر درسش خوبه که وقتی درسو جواب میده یک واو جا نمیندازه. این فقط حافظه مغزی شخص رو گفته. بله بله. و کاری به خردش نداشته. بله بله درسته. عرض کنم خدمتتون که حالا یک لطیفه میگم خدمتتون، میگوین که در نیشابور یک مدرسه می ساختن، یک الاغی رو هم بار کرده بودن آجرهای بسیار که ببردن مدرسه رو تعمیر کنن. این الاغ بیچاره نمیرفت، از در وارد نمیشد، هرچی چوب می زدن خیام رد می شده. بنابر این افسانه بود آقا چرا میزنید نزنید. من دم گوش خری چیزی گفت خر دوی داره. ای آقا عجب معجزه کردی شما، چه گفتید در خر؟ آقا جان این خر قبلا آخوند بوده توی مدرسه درس میداد. من رفتم در گوشی گفتم تو رو دیگه نمیشناسن، به واسه مزخرفاتی گفتین مسئول نیستی چون نمیشناسنت، به اون شعر قدیم نیستی. یعنی نوع سخنانی که اینها گفتن بسیار و خردمندانه بوده. بله بله خیلی خردمند. نوع کارهایی که نکرد. تمام کتاب‌ها اینا رو شما بخونید، به همتون عرض کردم یک سخن خردمندانه در تمام منشآت این ملایان آخوندها پیدا نمی‌کنید. محال چنین چیزی، چون در این راستا نبودن. مقصودشون هم این نبود است که جامعه به خرد برسد، مقصود این بود است که جامعه در واقع در اسارت و حماقت و جهالت باقی ماند که دکان اینها رایج باشه که بتونه سواری بگیره. بله بتونه سواری بگیره. اینه که مهمترین کار تاریخی ما همین مطالبی است که فرمودید و همین مطالبی است که ما چندین سال هست در این است که ما نگاه کنیم که چه هستیم، چه میکنیم، اصلا مقصود از این زندگی چیست. اینقدر سواری به این نادانان ندهیم، اینقدر خرافاتی که بر اثر اعصار و قرون ساخته و پرداخته شده. در واقع ما به این اسلام عزیز پربرکت هم نگاه کنیم، میزان خرافاتش اینقدر نبوده در اون روزگار، بر اثر زمان بیشتر و بیشتر هم شده متاسفانه. آره ما خودمون واردش بله بله خودمون. جهل و نادانی در هر دینی می‌بینیم که حتی اگر چیز خوبی هم داشته و خوبی گفته، مردمی که به اون پیوستن خودمون خرافات وارد بله بله. این واقعا ناراحت انحطاط رفته همه چیز. همه چی به انحطاط رفته. بله. خیلی سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. پروفسور دوشنبه دیگه هم خدمتتون خواهیم بود و بسیار بحث جالبی بود. میخوام خدمت هموطنان عرض کنم، میدانید که یک فراخوان دادن در ایران چون اینها دارن جامعه رو
مرتب دارن آزمون میکنن ببینن تا چه میزان سیاهی و تباهی میتوانن تحویل بکنن. اگر بدانن مردم ما مردم مبارز هستن و در صحنه ایستادن عقب نشینی میکنن. اگر بدانن که مردم سستی میکنن و عرض کنم همراهی میکنن کارهایی که نباید انجام بدن. من گمان میکنم در این فراخوانی که هست این موسوی و این آقای کروبی خب اعضای رژیم، من به ایناش هیچ کاری ندارم سابقه اینها چه بوده، اما اکنون در این مقطع چون مقابل اینها ایستادن و امروز اینها رو اسیر کردن، اگر فردا فراخوانی که هست مردم ما با حدت و شدت مقابل این حیوانات نایستن، احتمالی که اینها رو بکشن و دیگران رو هم که اسیر کردن، بسیاری از شخصیت‌های ملی رو اسیر کردن. عرض میکنم دوست عزیزم آقای احمدی زنگ زدن که قبل از که من بیام و میگفتن که بسیاری از شخصیت‌های ملی دستگیر کردن و مردم بایستی فردا در واقع به وجه درخشانی بیزاری خود را از اینها نشون بدن تا رفته رفته ما بتوانیم که عرض کنم که این سنگر آزادی رو پیش ببریم. امیدواریم یک روزی عدالت بر کشور ما حاکم بشود و شرافت انسانی در اونجا. اگه اجازه بدین من این امروز راجع به این موضوع یه آقایی تلفن زدن در تلویزیون میهن تیوی که من هستم. بله. سوال کردن گفتن که ما گمون کنم که 95% مردم ما به خرد رسیدن، حالا باید چیکار بکنیم؟ من گفتم که شما اینجوری میگین، من گمون نکنم. گفتن چرا؟ گفتم اگه 95% مردم ما به خرد رسیده بودن، ما کسایی که تاکسی دارن تاکسی هاشون رو ما میسوندن، بله، واسه یک هفته نیم نمیخوردن. بله. اونهایی که بانک داشتن نمیرفتن، کار نمیکردن. 95% مردم خونه میشستن، 5% کاری نمیتونه انجام بده. ولی متاسفانه ما به خرد نرسیدیم. بله. و هنوز دنبال چیزهای شخصی هستیم. بله شخصی. بله. چیزهای حیوانی. بله حیوانی. چون خرد بله دهنده هست. بله. ما میخوایم هی برای خودمون بگیریم. شخصی رو در نظر نمیگیره. بله. خیلی از شما سپاسگزارم. من بسیار بعد دوشنبه هم در خدمتتون خواهیم بود دنباله مطالب. از شما وطنان گرامی سپاسگزارم. از دوست عزیزم آقای امیر در اتاق فرمان سپاسگزار هستم. امیدوارم که فردا مشارکت همگانی باشد با جدیت تمام. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد آزادی. و میگوید که چون به قدر کافی ما ماده نداریم، قریب 15% بیشتر نداریم که بتواند این در یک جایی نگه داره و برگرداند. این نظر آقای استفاده. حالا ببینید به این حالت هستش آقای مهندس. ببینید وقتی که دنیا داره اکسپند پیدا میکنه، دانشمندا از خودمون میپرسیم که اگر این اکسپند پیدا میکنه چرا خود کهکشان اکسپند پیدا نمیکنه؟ بله. چرا فقط فاصله بین کهکشان ها؟ بعد وقتی که اندازه گیری کردن دیدن به جز چند درصد کم بیشتر نیروی جاذبه وجود نداره که کهکشان ها رو بتونه نگه داره. بله. پس بنابراین در هر کدوم کهکشان ها متصل شدن، هر کدوم از اون نقطه ها به یک ماده‌ای که ما نمیتونیم در این دنیا اصلا پیداش بکنیم و اسمشو گذاشتن دارک ماتر. بله. این دارک ماتر کاری که میکنه کهکشان رو به هم میچسبونه. یعنی دارک ماتر ها روی کهکشان ها اثر میذارن و اینا رو نگه میدارن، ولی این انرژی تاریک فشاری که میاره این کهکشان ها رو از هم جدا میکنه، اما نمیتونه که اون چیز رو از هم جدا بکنه، اون خود کهکشان رو. بنابراین فاصله بین خورشیدها و اینا تقریبا ثابت میمونه. به خاطر همون دارک ماتر. حالا من به نظر من این دارک ماتر هم ما بایستی که در بعد بالاتر روش نگاه بکنیم. در بعد 3 دیده نمیشه. بله. خارج از بعد ما هستش که ما بتونیم با ابزار این رو بگیریم. هیچ نشانی ازش نیست. هیچ نشانی ازش نیستش. خب حالا اگر بعد، حالا چرا ما گفتیم که بعد 4 رو نمیبینیم؟ به خاطر این بودش که 2 تا نیرو رو ما اثر داره میذاره. یک نیروی به وجود اومدن از انرژی تاریک، یه نیروی کششی که دارک ماتر هم در جزء اون هستش. که اینها نیروی کششی هستن که اینا همدیگر رو نگه میدارن. خب این 2 تا نیرو، یکی از این طرف
داره فشار به ما میاره، یکی از اون طرف فشار میاره و ما رو ساندویچ کرده به صورت لایه بسیار بسیار نازک در بعد 4. به طوری که ما نمیتونیم سرمون رو بلند بکنیم و بعد 4 رو ببینیم. به خاطر این چرا؟ به خاطر اینکه ما متر هستیم. پس من به عنوان کسی که کرسی متریال ساینس رو داشته باشه میگم که من دنیا رو به 2 قسمت میکنم، material being و non material being. و از این صحبت های spiritual و اینا خوشم نمیاد، چون من اینها چیزایی بوده که خرافات آورده در کشور ما. اما material و non material. وقت در وجود خود انسان من میخوام نگاه بکنم ببینم آیا ما چیزی وجود داره که نان متریال باشه. ما میبینیم که یک چیزی در انسان هستش که مغزش نیست و این رو در زمان قدیم در ایران بزرگ قدیم خرد گفته میشده که فردوسی عزیز راجبش صحبت کرده. این خرد ما نه عکسش رو میتونیم بکشیم نه مکانی براش میتونیم بذاریم و این خرد ماده به نظر میادش که نیستش، چون ما نمیتونیم تا حالا خرد رو لمس بکنیم. این خرد بنابراین اجازه داره که در بعد 4 باشه. یعنی همین الان من و شما که صحبت میکنیم اگر از لحاظ مغزی فقط با هم صحبت بکنیم که هیچ وقت ما این کار رو نمی کنیم، اون موقع اصلا در همین بعد هستیم. اما بعضی وقت از لحاظ خردی من و شما که صحبت میکنیم این خرد ما در ابعاد دیگه با تجسم‌های دیگه صحبت میشه. و فقط تنها چیزی که هستش مثل یک بند نافی، این عقیده من هستش، به مغز ما چسبیده. من اینجا الان ندارم، دفعه دیگه نشون میدم که دوشنبه دیگه امیدوارم که ما مغزمون در 3 بعد در سطح قرار داره و بعد یک دونه سوپاپ اینجا هستش که مغز رو با خرد متصل کرده. معمولا ما ایرانی ها برای 1000 ساله 800 ساله که این سوپاپ رو بستیم و نذاشتیم خرد وارد بشه و این مغزمون رو هی شروع کردیم از بچگی هر چی به ما گفتن بدون سوال، یعنی بدون ورود خرد، اینها رو جای دادیم و با سن که شده هی بیشتر و بیشتر استیبل شده، پا گرفته و این هاست که جلوی پیشرفت ما رو میگیره و خرافه از همین مغز ما شروع میشه. و این مغز رو به نظر میاد که ما باید شستشو بدیم، تمام این خرافه ها رو بریزیم بیرون. بعدش اون موقع چون 2 تا فشار هستش، همونجوری که شما مهندس هستی قشنگ میدونید. یک فشار مغزی هستش که میخواد این سوپاپ رو ببنده، چون نمیخواد کاری به خرد داشته باشه. خرد و با مغز یه تفاوت جالبی هم داره، اینه که مغز هر چیزی که پیدا کنه میخواد برای خودش نگه داره و در صندوقچه قایم بکنه. مثلا حیوانا رو میبینیم تا یه غذایی رو پیدا میکنن قایم میکنن میذارن. حیوانهای انسان نما رو هم میبینیم تا یه پولی به دست میارن میذارن تو بانک و مردم میگن من هیچی ندارم. اینو قایم میکنن. اما خرد انسان وقتی به یک چیزی دست میابه که هیچ کسی بهش دست نیافته، شما من میدونیم که ما داد میخوایم بزنیم یه نفر رو پیدا کنیم بگیم در میون بذاریم. خرد دهنده هستش، طبیعت خرد هستش. بنابراین این سوپاپه نمیخواد که خرد بیاد، چون فکر میکنه که اگر این مغز بذاره خرد بیاد همه چی رو میده، جونش هم میده. بنابراین اینو میبنده و فشار مغزی از اینجا هستش. بعد خرد خودش به صورت نوری فشاری میاره که اینو باز بکنه و ما یک فری ویلی داریم، یک چیش میگن به ایرانی، یک آزاد ویل، اراده آزاد. یک اراده آزادی داریم که این اگر ما مغزمون رو تخلیه بکنیم، درستش بکنیم، فشارش کمتر خواهد بود و با اراده کمتری میتونیم این رو باز نگه داریم. و بعد اون موقع هستش که خرد میتونه وارد بشه. حالا در این بعد بالاتر چه چیزی، قبل از اینکه راجع به خرد صحبت بکنیم ببینیم که از قسمت فیزیکی چه چیزی میتونه در بعد بالاتر باشه.
اون چیزی که اصلا جرم نداشته باشه، چیزی که نزدیکترین به چیزی هستش که جرم نداره نور هستش. بله. که ما میدونیم که نور هم خودش جرم داره، واسه همینه که بلک هول این رو میگیره. بله. اما در بعضی جاهای فیزیک به عنوان جرم نداره صحبت میکنم، به طور کلی جرم داره چون انرژی هستش و این مصاحبه ام سی اسکور هستش. پس حتی اینم نمیتونه. اگر این نور رو بخوایم که از این جاذبه فرار بکنه، مثل یه سنگی که الان میندازیم، دوباره شروع کنیم تخیل کردن، یه سنگی رو میندازیم بالا، میبینیم میره بالا میاد پایین، پس اون نیروی بالایی این رو میکشه پایین، بعد وقتی میخواد بیاد پایین این نیروه بهش فشار میاره میبردش بالا و یک حالت سینوسویدال پیدا میکنه. بله. اگر بخواد این نور فرار بکنه، بایستی سرعتی که داره از این سرعتی که در این بعد بیشتر نمیتونه داشته باشه که 300,000 کیلومتر در ثانیه هستش، بایستی خیلی زیادتر بشه که به یک سرعتی برسه که بهش میگیم اگزیت ولاسیتی، که مثل موشک ها بتونه از جو این گراویتی خارج بشه. پس تنها چیزی که میتونیم بگیم در بعد چهارم انرژی که وجود داره حد اقل سرعتش سرعت نوره، چون هر چی به سرعت نور برسه جذب میشه به اینجا. بله. اونهایی که جذب نمیشن سرعتشون خیلی سریعتر هستش. پس بنابراین در اونجا نور به صورت خیلی خیلی سطح بالاتری خودش رو نشون میده. بله. و به نظر من همون خرد انسان هستش. و همین هم هستش که در انگلیسی مثلا میگیم که یه نفری enlightened شدش. enlightenment. بله. یعنی اون انرژی نور خردی رو گرفتش. بله. حالا هستی، برگردیم به هستی. هستی چی شد؟ به نتیجه رسیدیم که اولا هستی یک چیز نسبی هستش و هستی پایه همه چی هستش. پس به این نتیجه رسیدیم که همه چی در دنیا نسبی هستش. بله. حتی خود هستی نسبی هستش. بله. بعد هر هستی همینطور که ابو علی سینا میگه به هستی بالاتری احتیاج داره، اما ما نمیخوایم که تو اینجا با این صحبت ها مردمی که دینی هستن شروع کنن خرافه گرفتن و بگن پس بله. چیزی وجود داره اینا. نه، ما این کاری که کردیم علمی بوده، از پایه شروع کردیم. بله. و چیزی هم که بهش رسیدیم اینه که خرد انسان هستش که خدای انسان هستش. حالا چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه هیچ کسی از بالاتر از خردش خدا رو نمیتونه بشناسه. هیچ پدیده رو نمیتونه هیچ پدیده ای رو نمیتونه بشناسه. من اینجا یک چیزی رو کشیدم که اگه نگاه بکنین کسی که خردمنده، مثلا اینجا رو بذاریم سن، این 5 سالگی هستش، چیز اینجاست، این 5 سالگی باشه اینجا، این قسمت 10 سالگی مثلا باشه، این قسمت 15 سالگی باشه و فرض کنیم که ما انسان‌هایی بودیم که بچه هامون رو طوری تربیت می‌کردیم که همیشه سوال می‌کردن، همیشه چیزی رو سوال می‌بردن. مثلا در حدود، من روانشناس نیستم، مثلا در حدود 5 سالگی اون چیزهایی که اون شخص یاد گرفته بود و دانشش شده بود با اون چیزهایی که فهمیده بود در یک سطح قرار می گرفت و اینجا بودش که خردش رو شروع کرده بود به کار انداختن. از این که بالاتر میره یک شخصی رو میبینیم که به این آبی اولی هستش که این شخص هم شخصی خردگرا هستش، به خاطر اینکه وقتی که به این نقطه 10 سالگی رسیده اون دانستنی هاش با سبز من اینجا نشون دادم. بله. اما یک مقدار سوالاتی داره، یعنی ندانستنی هایی داره که با اون آبیه نشون دادم. بله. و این ندانستنی هاش به صورت به توان 2 میره بالا، در صورتی که دانستنی هاش با یک بود پایین تر میره بالا. بله. و وقتی که میبینیم هرچی جلوتر میره ندانستنی هاش شروع میکنه بیشتر از دانستنی هاش شدن. بله. بله. و این یه خوبی که داره اینه که اون شخصی که از خردش استفاده میکنه و هر چیزی رو با سوال میفهمه خودش که چقدر نمیدونه. بله. و اون موقع 2 تا خوبی داره، یکی این که انسان افتاده‌ای میشه و همیشه در همه جا میخواد یاد بگیره. بله. و یکی دیگه هم میبینه که
دوباره ما اگه برگردیم به اینجا میبینیم که بالاتر از این خط آبی برای این شخص یک شخص دیگه ای هستش که خب خردش بالاتر، یعنی ندانستنی هاش خیلی سریعتر صعود کرده. بله درسته. و این هر دوی اینها در همون زمان آسمان خرد اون شخصه، یا آسمان خرد من میتونه فقط این خط آبی باشه. بله. چون بالاتر از این خط آبی من سوالی ندارم. بله. یعنی برای من تاریکه، بنابراین اسم اون فضا رو گذاشتم فضای تاریک. ما بالاتر از این سوالی نداریم. پس خدای من، وقتی میگم خدای من، همین آسمان خرد من هست. از اون بالاتر من نمیتونم اصلا تصوری داشته باشم. اگه تصور داشتم سوال راجبش میکردم. درود بر شما. بعد بنابراین من فکر میکنم که این قسمت ها رو من به سه قسمته. یه قسمت دانش، البته این دانش خردی هستش. بله. که انسان در دریای دانش در عمق دریاش میره. بله. فقط در سطحش نمیمونه. چیزی که در سطح دانش هستش فقط مغزه. به همین دلیل میشه باید گفت که خدای کسی به درد کسی دیگری نخواهد خورد. اصلا درکش هم براش میسر نیست. خود اوست که میتواند خدای خود رو بشناسه. بنابراین خدای مذاهب که به صورت استاندارد شده از سوی یک اتوریته صادر میشه، هیچ هرگز به درد مردم نخواهد خورد. نه. و عجیبم اینه که ما وقتی که دعا میکنیم میگیم ای خدای من، نه ای خدای تو، نه ای خدای او. بله بله. با این حال بله. و باشم خیلی تو میگیم. بله. نه جناب حضرت و اینا هم روش نمیذاریم. بله. با اینکه بله بله. به خاطر اینکه جزئی از ماست. بله. به ما نزدیکه. به ما نزدیکه. یعنی اگه شما نگاه کنیم بعد چهارم رو ببینید، شما در نظر بگیرید که من یک انسانی اینجا بکشم، مثلا فرض کنید خیلی زود که این انسان این مثلا دیگه میشه، نه بزنیم بزرگتره، شکمش خیلی آخوندی شده. خیلی خیلی بله. راجب چی صحبت میکنه آقای مشیری؟ مغزم فراموشی داره. نه داشتیم مطلب اینجا بود که سیلینگ و ارتفاع خرد همون درک خدا هست. درک خدا هست. بله بله. حالا ما اینجا یک انسان دو بعدی رو نشون میدیم که در حقیقت نماینده ما هستش. بله.